تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالوی گلخوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 19 سپتامبر این موضوع ها را داریم. فردا در دادگاه سرپوخوی روسیه مرافعه الکساندر سیومین برگزار می شود. فرد متهم در قتل هویدای 5 ساله را به بیمارخانه کسلی‌های روحی انتقال دادند. مهتر سالاری 5 سرباز را به زندان برد تا به حال وجود بدرفتاری در ارتش جوانان را از خدمت حربی می‌گریزاند. و سوزن در قلفینه‌های استرالیا از کجا پیدا شد؟ مقامات انتظامی میگویند درباره دست کم 20 چنین حادثه اطلاع گرفتند. ما همه این معلوماتی رسیده را تفتیش داریم. حالا نه تنها درباره قلفینه بلکه از وجود سوزن در بنان و سیب هم شکایت‌ها به دست ما میرسد. و اکنون تفسیر خبرها. روز 20 سپتامبر دادگاه شهر سرپوخوی روسیه مرافعه الکساندر سیومین متهم در قتل و تجاوز هویدا تیلوزاده 5 ساله را برگزار میکند. انتظار میرود که دادرس مهلت حبس پیشکی بازداشت شده را تمدید نماید. وکیل دفاع اویلای هویدا تیلوزاده میگوید الکساندر سیومین با هدف تشخیص حالت روانی به بیمارخانه کسلی‌های روحی سکلیفاسوفسکی انتقال یافته است. هنوز تحقیق قتل هویدای 5 ساله انجام نیافته است. به احتمال بیشتر مرافع دادگاه از روی این قضیه در آخر سال جاری شروع شود. هویدا تیلوزاده روز 22 ایول در نزد خانه‌شان در شهر سرپوخوی در ولایت مسکو غیب زد و جسد او را صبح روز 23 ایول در یک برخالطه ورزشی در نزدیکی همان محل پیدا کردند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه چند سرباز تاجیک را برای بدرفتاری در ارتش به زندان محکوم کرده است. این خبر در حال رسانه‌ای می شود که 2 هفته بعد در تاجیکستان موسم تیرمایی دعوت به صف قواهای مسلح آغاز می گردد. در ضمن محض دیدفشینه یا مهتر سالاری و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان باقی می ماند. جزئیات را از میرزا نبی خالقزاد می شنویم. دادگاه شهر دوشنبه 5 سرباز قسم حربی وزارت مدافع تاجیکستان واقع در ناحیه مرغاب را به 2 سالی روانه زندان کرد. این سربازها در نسبت همخدمتان خودشون در قسم حربی با زوراوری، لطوکوب، با مشت زوری یعنی مورد تحقیر قرار دادند و برای ویران کردن آیین‌نامه خدمت حربی به دادگاه کشیده شدند. این هم در حالی است که با فرمان پرزیدنت تاجیکستان دعوت تیرماهی دعوت سربازان شروع شده و همچنان ادامه دارد. اما این حالت ها یعنی که حادثه های ناخوش در قسم های حربی، بدرفتاری سربازا نسبت به همدیگرشان، خصوصا سربازان یعنی کونه سرباز نسبت دعوت شده ها بیشتر اون افرادی رو که دعوت کرده می شوند ناراحت یا که دودله می کند و آنها با هر راه حرکت می کنند که به صف ارتش نیایند و هر جای دیگر پناه برند یا که به روسیه فرار کنند. این است که از طبق اطلاع مقامات نواحی حکومت‌های نواحی کشور تقریبا در هر موسم دعوت به صف ارمیا تقریبا 10 15 تا 20 نفر جوانان حرکت میکنند که پناه برند و سرپیچی کنند. طوری که هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان در خاروخ ذکر کرده شد که در دوام 5 سال گذشته حدود 500 نفر جوانان از صف ارمیا یعنی سرپیچی کردند و حاضر نشدند. میرزا نبی خالقزاد گزارش میداد. در واقع این 500 نفری که درباره‌شان امام علی رحمان در ولایت مختار بدخشان کوهی مثال آورد از شهر خاروخ بودند. تفصیلات بیشتر را درباره این سفر و حرفایی که در این منطقه گفته شد میتوانید در وبسایت آزادی پیدا کنید. اما من رو میارم به خبرهای دیگر. باز شدن گذرگاه‌های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در چند ماه اخیر رفت آمد مردم دو کشور را خیلی ساده کرد. ولی طوری میگویند اشتها به هنگام خوراکخوری پیدا می شود. اکنون ساکنان مرزی طلب دارند که روا با شناسنامه داخلی اجازه داده شود. مشکل در چیست؟ معصوم محمد رجب از گذرگاه مرزی سربند و فرهاد گزارش میدهد. من در نزد گذرگاه مرزی سربند و از جانب ازبکستان فرهاد هستم. این گذرگاه مرزی در بین ناحیه‌های سپیتامین و بیکاباد ازبکستان جایگیر است. یکی از گذرگاه‌های اساسی بین ولایت سوغد و ازبکستان است. از اینجا همه روزه صدها نفر به سوی همدیگر به کشورهای همدیگر روی میکنند. من رفتم بیام رها نشدگی معامله پگرانا و اینو همش نشدگی یگان پرابلم نیست. ساکنان فقط یک مشکلی خود را بیان کردن که میگن وقتی گذشتن به
шиносноми хориҷӣ муҳр гузошта мешавад ва ин сокинони ноҳияҳои наздики тақрибан дар як ҳафта як бор ду бор ё тақрибан ҳама рӯза баъзеашон мегузаранд мегӯянд зудтар шиноснома пур мешаваду боз бояд шиносномаи нав гиранд. ҳама хориҷӣ надоранд баъд камакак қимматтар шуда истодасти 800-900 сомон то ромдоз. баъзе сокинон пешниҳод карданд ки бо паспортҳои оддии ҳамин умуми шаҳрбандӣ ҳам иҷозаи равио ақалан ба сокинони масалан ҳамин ноҳияҳои наздик дода шавад хеле ин мушкили онҳоро осон мекард. мо масъалаи паспорт медиданд бо хубтар мешуд. шумо барномаи хабарии радиои озодиро мустақиман тамошо доред. рӯзи гузашта дар Пхеньян садҳо ҳазор нафар ба пешвози раҳбари Кореяи ҷанубӣ баромаданд. чанд сола ба ин су Кореяи шимоливу ҷанубӣ бо ҳам душманӣ доштанд, аммо дар мулоқоти рӯзи 18 сентябр дар маркази Кореяи шимолӣ раҳбарони ин ду кишвар зоҳиран ба созиши таърихӣ даст ёфтанд. тафсилот аз Хиромон Бахозода. дар як мулоқоти таърихии раҳбарони Кореяҳои ҷанубӣ ва шимолӣ президентони ду кишвар гуфтанд ки барои орӣ аз силоҳи ҳастаӣ шудани нимҷазираи Корея иқдомҳои ҷиддӣ меандешанд. дар нишасти хабарии субҳи 19 сентябр дар шаҳри Пхеньян раҳбарони ду кишвар гуфтанд ки дар наздиктарин фурсат раҳбари Кореяи шимолӣ Ким Чен Ун ба Кореяи ҷанубӣ сафар мекунад. агар ин сафар амалӣ шавад дар таърихи низоъҳои бисёрсолаи байни ду кишвар нахустин бор мешавад ки раҳбари Кореяи шимолӣ аз Сеул дидан мекунад. Мун Ҷе Ин президенти Кореяи ҷанубӣ айни замон ба хабарнигорон гуфт ки Ким Чен Ун розӣ шуд ки полигон ё макони озмоишҳои мушакҳои ҳастаиро дар ҳузури нозиронии байналмилалӣ тахриб кунад. Ким Чен Ун дар ин бора гуфт: мо созиши низомиро ба имзо расондем ки ба мухолифатҳои шадид ва фоҷиабор нуқта мегузорад ва ба мувофиқа расидем ки нимҷазираи Кореяро ба як минтақаи сулҳомез ва бидуни силоҳи ҳастаӣ табдил диҳем. бармегардем ба Тоҷикистон. дар душанбе ба хотири бузургдошти шаҳидони роҳи озодии Афғонистон маросими вижее доир шуд. ширкаткунандагони чорабинӣ бо намоиши даҳҳо акси шаҳидони номдор аз хидматҳои онҳо ёдоварӣ карданд. аз ҷумла дар бораи Аҳмадшоҳи Масъуд ва Бурҳониддин Раббонӣ сухан рафт ки дар сулҳи тоҷикон ҳам нақш доранд. Барод Юсуфӣ дар ин маросим ширкат дошт. дар маросими ҳафтаи шаҳид ба хотири гиромӣ дошт аз шаҳидони роҳи озодии Афғонистон ки шоми рӯзи сешанбе дар сафароти Афғонистон доир шуд, бештар аз ҳама исми шаҳид Аҳмадшоҳи Масъуд ва Бурҳониддин Раббонӣ вирди забонҳо буд ва аз хидматҳояш дар сулҳи тоҷикон ном бурда шуд. با توجه به این مشترکات و به می روابط نیک و حسنی که دو کشور داره ما انتظار داریم و این در صلاحیت دولت مردای تاجیکستان است. میتونن کدام خیابان میگذارن، میتونن پارک بگذارن، میتونن کتابخانه بگذارن به نام عامر سید مسعود میگذارن، به نام شهید استاد ربانی میگذارن. دست در کیسه و در کاسه گرگند همه. اهل فرهنگ افغانستان ارجگذاری از شهیدان راه آزادی افغانستان در کشورهای خارجی را نام میبرند که باعث افتخار نه تنها مردم افغانستان همزمان آن کشورها میدانند. با کشورهای زیادی را دیدیم که یک جایی را مسمى ساختن به نام احمد شاه مسعود. به طور مثال هندوستان میریم خیابان را میبینیم به نام احمد شاه مسعود، یا ایران میبینیم جاده را میبینیم به نام احمد شاه مسعود. افتخار نصیب ما میشه که بله چون چیز است. در مراسم بزرگداشت از هفته شهید که به حضور فرهنگیان و نمایندگان حکومت تاجیکستان و کورپس‌های دیپلماتی برگزار شد، عکس 35 شهید به نمایش گذاشته و از سهم و خدمت آنها یادآوری شد. تشبث چنین پیشنهادی از جانب افغانستان صورت بگیرد، از نام سفارت افغانستان مقیم تاجیکستان صورت بگیرد، فکر میکنم که این مورد آموزش بررسی در مقامات ادارتی ما حتما مورد بررسی قرار می آورد و گذاشتن نام شهید احمد شاه مسعود و استاد برهانالدین ربانی به گرگشت. چنین یک مراسم چند سال اخیر در هفته شهید شدن دو شخصیت بزرگ و قهرمان راه آزادی افغانستان احمد شاه مسعود و پروفسور برهانالدین ربانی در نمایندگی‌های دیپلماتی این کشور برگزار می شود.
برنامه را ادامه می‌دهیم. فردوس قاسم یک کارگردان جوان توجیک در نمایشنامه وطنداری بیننده ها را برای چند لحظه به دنیای اشعار لایق شیرالی برد. فردوس یکی از پسران فاروق قاسموف بنیادگذار تئاتر اهوران است که در 70 سالگی پدرش نخستین بار روی صحنه تئاتری به نام محمد جان قاسموف ظاهر شد. او در صحبت با زرانگیز نوروشا گفت با این نمایشنامه خواست در ضمیر نسل نو زیبایی پرستی را بیدار کند. شومی 17 سپتامبر داستانی وطنداری رو باری اول تماشابینان تئاتری به نام محمد جان قاسموف دیدند. سوژه این اثر از شعرهای ساخته شده است که لایق در سالهای گوناگون ایجاد کرده است. به قبل کارگردانی نمایش آنها را یک مضمون به هم آورده که پیوسته رجوع لایق بر آن بوده. آن هم افشاندن زنگوله بیداری بر بیخ گوش جامعه در خواب مانده. فردوس قاسم فرزند چهارم هنرمندی مشهور تاجیک فاروق قاسم است و برنامه ساز است و تا جای اختصاصش از تئاتر و صحنه دور. ولی میگوید تئاتر او را آرام نگذاشت و به این استان به تلقین یاد پدر برگشت. خون کشید یا که دل کشید، مهر کشید. همین پیوست شدم در صنعت و از این بسیار شادم. پدر برای فردوس هنوز یک جهان ناگشوده است با وجود آنکه خیلی وقت همراه و همدل بودند. همراه ما بود، می آمد، پدر تو تئاتر می آورد. اگر شما میدونید 11 سال بیمار بودن. فاروق همراهی می کردن اما از دور تماشا می کردن. لیکن من خودم حیران شدم بعدی که پدر گذشتن. بعد من یک دیدم که چگونه در خانه دیدم که بالای میزی کاریش کتابای پدر شب می آمدم نگاه میکردم کتابای زیاد جمع میشد. دوران کاری اولی فردوس این شام دوستان و مخلصان هنری پدرش بودند و این چیز هیجانش را دوچند میکرد. شاعره گلرخسار در صحنه دوباره دوست خود را دید و چیزی که زندگی را دوام میدهد. فرزند فاروق قاسموف فردوس امروز برای ما لایق زنده یا دوست من باز یک بار دیگر زنده کرد. وطنداری کارگردانی جوان فردوس قاسم دوباره روز 22 سپتامبر در صحنه تئاتر تجربوی تماشابین جوان به نام محمد جان قاسموف به نمایش گذاشته می شود. میوه سوزندار در مغازه‌های استرالیا قلفینه‌های پیدا شدند که در داخلشان سوزن دارند. که این کار را کرده است تا هنوز روشن نیست، ولی مقامات انتظامی وعده دادند هر کسی درباره جنایتکار معلومات می‌دهد $72,000 پاداش می‌گیرد. تا معین کردن عاملان جنایت، فروشگاه‌های بزرگ زلنده نو از خریداری قلفینه‌های استرالیایی خودداری می‌ورزند. ادامه را از کیومرسی عطا می‌شنویم. پلیس استرالیا با جنایت غیر عادی روبرو شده است. در رفع مغازه‌های سرتاسر این کشور قلفینه‌های را آشکار کردند که در داخلشان سوزن دارند. مقامات انتظامی میگویند درباره دست کم 20 چنین حادثه اطلاع گرفتند. ما همه این معلومات رسیده را تفتیش داریم. حالا نه تنها درباره قلفینه بلکه از وجود سوزن در بنان و سیب هم شکایت‌ها به دست ما میرسد. در اول سوزنها را در محصولات یک شرکت از ویلز جنوبی نو مشاهده کردند، اما بعداً این گونه میوه‌ها در تمام کشور پیدا شدند. تا به حال تفتیشات هیچ گمانبری را مشخص نکرده است و پلیس هم سبب دست زدن به چنین جنایت را نمی‌دانند. اما مقامات انتظامی هشدار می‌دهند که برای این نوع جنایت 10 سال زندان مقرر شده است. بنابر پیدا شدن سوزن در قلفینه، صادرات آن به زلند نو باز داشته شد. یکی از شرکت‌ها مجبور شد که محصولات خود را نابود کند. شرکت دیگر قبل از انتقال قلفینه به مغازه‌ها آن را از دستگاه رنگین می‌گذراند. این گزارش آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو ابونه شوید. فردا صبح پر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد می شود. بی خبر نمانید. تا فردا، خدا نگهدار.